فرزانه گوشه‌نشین. نویسنده لوبسانگ رامپا. خوانش کریشنا. مرد جوان با حالتی مردد داخل شد. حالت تردید او ناشی از واکنشی بود که از خستگی راه احساس می‌کرد. او گفت: دوست عزیز، راهب معظم و بزرگواری که من با ایشان زندگی می‌کنم بیمار است و هیچ غذایی هم برای خوردن نداریم. ما نه امروز و نه دیروز چیزی نخوردیم. هیچ تاجری یا مسافری هم به دیدن ما نیامده است. ما فقط از آب دریاچه استفاده می‌کنیم. آیا ممکن است چیزی برای خوردن به ما بدهید؟ نگهبان صومعه به نشانه همکاری و موافقت خنده‌ای کرد و گفت: خوراکی؟ البته. البته که میتوانم به تو خوراکی بدهم. به تو جو کوبیده شده میدهم، چای هم میدهم و کره و شکر هم میدهم. آری. اما امشب باید همینجا بمانی. تو نمیتوانی در این ساعت دیر وقت از آن مسیر خطرناک کوهستانی به پایین بروی. راهب جوان فریاد زد: اما لازم است همین امشب برگردم، دوست روحانی من. استاد بزرگوارم دارد از گرسنگی میمیرد. حضرت بودا محافظ من خواهد بود. در این صورت کمی پیش ما بمان و کمی غذا بخور و کمی چای بنوش. به هر حال غذای شب ما آماده است. من هر آنچه که لازم باشد در اختیارت خواهم گذاشت. به این ترتیب راهب جوان به وضعیت نیلوفر درآمد و چندین بار سرش را خم کرد تا مراتب سپاس و حقشناسی خود را از آن پذیرایی گرم صادقانه ابراز کند. او نشست و از مرد نگهبان غذا را گرفت و خورد و از چای خوب و تیره پیرمرد نوشید. در طول این مدت نگهبان پیر از تمام وقایعی که اخیراً رخ داده بود سخن گفت و اخبار مربوط به صومعه را برای مرد جوان نقل کرد. دالای لاما ذات پاک و خردمند در سفر به سر می‌بردند و عالی‌جنابان معظم راهب در ری پونگ اظهار عقایدی ناخوشایند در رابطه با یکی از همکارانش ابراز کرده بود. مجمع اعضای شورای انضباط نسبت به گربه نگهبان که قادر به کشف سارقی زبده در بین تعدادی تاجر و بازرگان شده بود ابراز حقشناسی کرده بود. مردی چینی که به نقطه خطرناک آمده و در دام افتاده بود. او در یک راهپیمایی حضور داشت که ناگهان محاصره می شود. پس از تمایل به فرار این دست کم چیزی بود که مردم می گفتند. او در کنار پرتگاه پایش لغزیده و از ارتفاع 700 متری به پایین پرتاب شده بود. کالبد مرد بینوا کاملا خرد شده و پاره پاره شده و برای لاشخورها آماده بود. بدون آنکه کوچکترین نیازی برای مردم باشد که به آن دست زده و یا مراسم تدفین را آماده کنند. اما زمان می‌گذشت. راهب جوان سرانجام با تأسف فراوان از جایش برخاست و کیسه ای را که به او تعارف می‌کردند گرفت. او از صومعه خارج شد و پس از چند بار تشکر گرم و ابراز حقشناسی فراوان درود فرستاد و شروع به پایین رفتن در آن کوره راه باریک کرد. مهتاب هنوز وجود داشت و روشنایی شدید و سیمینش راه را روشن می‌ساخت. به سهولت می‌شد کوره راه را دید. اما سایه‌های ظلمت آن چنان غلیظ و سیاه بودند که تنها ساکنان کوهستان قادر به درک آن می‌باشند. راهب جوان به زودی به کنار کوه صخره‌ای که خطرناک بود رسید. یعنی درست در جایی که میبایست از کوره راه جدا میشد و از دیواره صخره‌ای خطرناک پایین میآمد. او آهسته و با احتیاط فراوان قدم به کوهی که درست در لبه پرتگاه قرار داشت نهاد و با دقتی بی‌اندازه زیاد خود را در امتداد دیواره سنگی به پایین سوق داد. و هرچند از وزن کیسه‌ای که روی شانه‌ها داشت احساس ناراحتی می‌کرد، ولی موفق شد سانتیمتر به سانتیمتر، ذره به ذره پایین برود. در مدتی که با نوک پاهایش به جستجوی شکاف‌هایی در صخره می‌گشت تا انگشتان پایش را در درون آنها قرار دهد، سنگینی وزن خود را با دستهایش نگه می‌داشت. سرانجام هنگامی که از شدت پرتوافشانی ماه کم شد، او توانست به پایین کوه و به دشت تیره و تاریک برسد. او به آهستگی شروع به پیشروی کرد، در حالی که با لمس صخره‌ای اطراف راه خود را می‌یافت و کورمال کورمال به جلو می‌رفت. او سرانجام موفق به مشاهده سرخی آتش کنار مدخل غار در همانجا شد. او فقط لحظه‌ای درنگ کرد تا کمی هیزم در آتش بیاندازد.
و با خستگی فراوان داخل شد و در کنار پای پیرمرد بر زمین افتاد. او قادر شد زاهد پیر و نحیف را با کمک نوری که از آتش هیزم می‌آمد در گوشه‌ای مشاهده کند. وضعیت پیرمرد راهب پس از نوشیدن چای گرم و کمی کره و مقدار سخاوتمندانه شکر به طرز محسوسی بهبود یافت. جوی نگهبان صومعه به طرزی عالی آسیاب و کوبیده و حسابی بو داده شده بود. شعله‌های آتش در کنار مدخل ورودی غار با حالتی نشاط‌انگیز می‌درخشیدند. با این حال هوا هنوز گرگ و میش بود و زمانی بود که پرنده‌ها هنوز در میان شاخه‌ها در خواب بودند و هیچ جنبنده‌ای تکان نمی‌خورد. هیچ چیز مگر موجودات شبانه. ماه گردش شبانه و آسمانی خود را انجام داده و کم کم داشت خود را در پس سلسله کوه‌های دوردست پنهان می‌ساخت. گاه به گاه بادی سرد و منجمد باعث به صدا درآمدن برگ‌ها و پرواز شراره‌های آتش به هر سو می‌شد. پیرمرد زاهد با مشقت فراوان از جا برخاست و بر اعضای خشک و کرخ شده بدنش فشار آورد و تلو تلو خوران به طرف اتاقک اندرونی غار رفت. راهب جوان هم برگشت و پیش از آنکه سرش فرصت تماس پیدا کردن با زمین خاکی غار را پیدا کند، به خوابی عمیق فرو رفت. هیچ صدایی از اطراف نمی آمد. شب بیش از پیش سیاه و تاریک شد و به رنگی درآمد که خبر از نزدیک شدن زمان سپید دم می‌داد. سنگی تنها و آواره از بالای ارتفاعات به پایین سقوط کرد و غلتید و در کنار سنگ‌های فرو ریخته شده در پایین پرتگاه قرار گرفت. سپس برای باری دیگر همه چیز در سکوتی عمیق فرو رفت. هنگامی که مرد جوان از خواب بیدار شد، خورشید کاملا طلوع کرده و اعضای تن او کاملا دردناک و کوفته بودند و تمام ماهیچه‌هایش خشک و انگار مچاله شده بودند. چقدر هم احساس گرسنگی می‌کرد. در حالی که زیر لب چیزهایی به خود می‌گفت، به زحمت برخاست. ظرف آب را برداشت و تلوخوران از غار خارج شد. چیز زیادی از آتش نمانده بود. فقط کمی زغال و خاکستر سرخ رنگ که هنوز هم به گونه‌ای شاد و دلپذیر می‌درخشیدند. راهب به سرعت کمی خار و خاشاک و هیزم به داخل آتش نیمه خاموش انداخت و با قیافه عبوس و بدبین به باقی مانده هیزمی که به تدریج از میزانش کاسته میشد چشم دوخت و به این فکر نامطبوع افتاد که باید بیش از پیش به نقاط دوردست میرفت تا هیزم برای پخت و پز روزانه‌شان فراهم کند. او نگاهی کوتاه و گذرا به دیواره صخره‌ای کوه انداخت و با یادآوری صعود سخت و مشقتبارش در شب گذشته از آن صخره‌های خطرناک بی‌اراده به لرزه افتاد. سپس به دنبال آب به کنار دریاچه رفت. هنگامی که آنها صبحانه ساده و حقیرانه خود را به اتمام رساندند، پیرمرد زاهد گفت: ما امروز باید برای مدتی طولانی سخن بگوییم. زیرا احساس می‌کنم که سرای آسمانی با اصرار و شدت بیشتری مرا نزد خود فرا می‌خواند. حدی برای گوشت و تن آدمی وجود دارد و من مدت هاست که از این حد برای بهره‌مند شدن از یک زندگی طبیعی بشری فراتر رفتم و دیگر امیدی به بقای خود ندارم. راهب جوان ظاهری اندوهگین و افسرده به خود گرفت. در دلش علاقه و محبتی عمیق برای آن پیرمرد لاغر و نحیف پدیدار گشته بود و بر این پندار بود که درد و آمال و مشقات پیرمرد به راستی از حد تصورات بشری فراتر رفته و خیلی زجر کشیده بوده است. او گفت: هر زمان که شما آماده باشید من آماده‌ام استاد بزرگوار. اما اجازه بدهید قبل از هر کار کاسه آب شما را از آب زلال پر کنم. او از جایش برخاست، کاسه زاهد را شست و آبی زلال و گوارا در آن ریخت. زاهد پیر دنباله داستانش را ادامه داد. در آن صفحه تصویری سفینه عظیم و به راستی دست و پاگیر در برابر دیدگانم نمایان شد. سفینه‌ای که شاید تمام پوتالا و حتی تمام شهر لحاسا به راحتی می‌توانستند در آن جای بگیرند. حتی لامکده‌های سرا و دره پون را هم میشد در آن جای داد. سفینه آنچنان عظیم که حتی انسان‌هایی که از داخل آن بیرون می‌آمدند درست شکل مورچه‌هایی را داشتند که در شن و ماسته مشغول به کار و فعالیت هستند.
مردانی که وسیله عجیب بر دوش خود داشتند در اطراف به پرواز مشغول بودند، درست مانند پرنده. سفینه فضایی در اطراف دنیا به پرواز درآمد و در چندین نقطه فرود آمد. برخی از آن موجودات بشری سفیدپوست، برخی نیز سیاه و برخی هم زردپوست بودند. بعضی از آنان بلندقامت، بعضی کوتاه‌قامت و تعدادی دارای موهای سیاه و تعدادی هم دارای موهای سفید بودند. حیواناتی هم بودند که پوستشان راه و خطی بود. بعضی از حیوانات گردن‌های دراز و بعضی بدون گردن بودند. هرگز تا آن زمان به این واقعیت جالب پی نبرده بودم که یک چنین طیف گسترده و بیشماری از انواع رنگ‌ها در عالم وجود دارد. همینطور همان ابعاد و اندازه‌ها و انواع گوناگون نژادها و اشکال مختلف در بین آن موجودات جاندار. بعضی از نژادهای دریایی دارای چنان ابعاد هیبت‌آوری بودند که لحظاتی طول کشید تا من بالاخره فهمیدم آنها چگونه می‌توانستند به حرکت بپردازند. با این وجود به نظر می‌آمد که در آب دریاها بی هیچ زحمتی قادر به حرکت بودند و درست مانند ماهی‌های دریاچه‌هایمان چالاک و چابک بودند. در آسمان سفینه‌های متعدد و بیشماری وجود داشتند که دائما در حال پرواز بودند. قرنها سپری شدند. انسان کماکان قادر به روشن کردن آتش و یا شکل دادن به انواع وسایل و ابزار زمخت و اولیه سنگی نبود. بشریت به تدریج به مرحله‌ای پیشرفت کرد که قادر به ساختن ابزار و وسایل سنگی و حتی روشن کردن آتش شد. به تدریج خانه‌ها و سپس شهرهایی ساخته شد. مسافران ما دائما در بین موجودات بشری مشغول رفت آمد بودند و سرانجام انسان‌ها آنان را مانند موجوداتی که از آسمان‌ها فرود آمده‌اند در نظر پنداشتند. صدا به صحبت خود پایان داد و گفت: بررسی دقیق و همراه با انواع مشکلات و دردسرهای گوناگون بود و در بین تجمع جدید زمینی‌ها اغلب اتفاق می‌افتاد. در این مرحله کاملاً بیهوده و بیفایده است. برای اطلاع شما فقط به این اکتفا می‌کنم که از چند حادثه بسیار مهم سخن بگویم. در مدتی که صحبت خواهم کرد شما در لحظات لازم و مناسب تصاویری مشاهده خواهید کرد که در درک اوضاع و شرایط حاکم در آن دوران به شما کمک خواهند کرد. امپراتوری بزرگ بسیار قدرتمند بود. با این وجود از عالمی دیگر موجوداتی آمدند که بسیار خشن و بیرحم بودند. آنان سعی داشتند املاک و تصاحبات ما را به زور بگیرند. آنها ضمناً دم داشتند. این موجودات دارای طبعی خونخوار و جنگجو بودند و در بیرحمی و شقاوت همتا نداشتند. برای آنان جنگ به منزله ورزشی ساده و همینطور هم نوعی حرفه بود. سفینه‌های سیاه آنان در این عالم قدم نهاد و بر این غارت و تصاحب دنیا پرداختند. نبردهای فاجعه‌آمیز از پی همدیگر به وقوع پیوستند. بعضی از دنیاها کاملا ویران شده و متروک باقی ماندند. بعضی از دنیاها در انواع انفجارات و آتش‌سوزی‌ها نابود و منهدم شدند. این باعث شد تا قطعات خرد شده آنها در تمام جاده‌ها و مسیرهای فضایی پخش و پراکنده شوند و هنوز هم تا به امروز به شکلی که آن را کمربند اجرام آسمانی و ستاره‌ها می‌نامیم وجود دارد و باقی مانده است. دنیاهایی که تا پیش از این فجایع دارای زمین‌های حاصلخیز و پربرکت بودند، به دلیل انفجارات پی در پی فاقد جو شدند و تمام موجوداتی که در آنها زندگی می‌کردند به هلاکت رسیدند. دنیایی هم به دنیای دیگر سوق داده شد و آن را به سمت کره زمین هل داد. آن سیاره باعث شد تا کره زمین به لرزه بیفتد و از مدار خود بیرون آمده و در مدار دیگری قرار بگیرد و باعث طولانی شدن روزهای زمینی شد. در طول این اتفاقات شدید، تشعشعات و همینطور هم انفجارات الکتریکی و تخلیه بار شدید الکتریسیته در هر دو جهان صورت گرفت. آسمان برای بار دیگر از شدت آتش‌سوزی‌ها انفجارات روشن شد. زمین‌های زیادی به هلاکت رسیدند. سیل‌های شدیدی در تمام سطح کره زمین پدید آمد و مأموران ما که سراسر آکنده از احساس رحم و شفقت بودند، به سرعت سوار بر سفینه‌های خود شدند تا به کمک و یاری این قربانی‌های بی‌نوا بروند و دست کم آن تعداد از حیوانات و انسان‌هایی را که زنده مانده بودند به سمت نقاطی امن‌تر که در ارتفاعات بالا و کوهستانی بودند ببرند.
مدت‌های بسیار طولانی بعد از این حوادث، این اتفاقات باعث ایجاد شدن انواع افسانه‌های نادرست و غلط در 4 گوشه جهان شدند. نیروهای امپراتوری اشغالگران سیاه‌دل و شرور را شکست دادند و حتی تعداد بیشماری از آنان را نیز اسیر کردند. در روی زمین بومیان بدبخت از مشقات و زجرهایی که تحمل کرده و با آنها رویارو شده بودند کاملا وحشت زده شده و در حالت طبیعی به سر نمی‌بردند. آنها از سوی دریاها و اقیانوس‌ها با صدها سیل و بارانهای شدید و از آسمان با صدها رعد و برق و آتش‌سوزی و شعله‌های مهیب روبرو شده بودند. اکنون وضعیت زمین به کلی تغییر یافته بود. زمین‌ها به اشکال دیگر و دریاها نیز به اشکال متفاوت از قبل درآمده بودند. پس از تغییر وضعیت کامل زمین و قرار گرفتن آن در مداری جدید، آب و هوا نیز دستخوش تغییراتی شد. اکنون نوعی نوار یا کمربند استوایی گرم به وجود آمده بود، در حالی که در 2 انتهای کره زمین، در مناطق قطبی، یخ و سرما در حال تشکیل شدن به حد وفور بود. تکه‌های یخ از توده‌های اصلی کنده شدند و شروع به حرکت در آب‌های دریاها کردند. ناگهان حیوانات غول‌پیکر بیشماری از شدت سرما به هلاکت رسیدند. جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی از بین رفتند، زیرا شرایط حیاتی آنها ناگهان به گونه‌ای افراطی دستخوش تغییر و تحول شده بود. شرایط زندگی خیلی به کندی ثبات پیدا کردند. بشر موفق شد نوعی تمدن برای خود اختراع کند، اما به همان نسبت نیز بیش از اندازه تندخو و جنگجو شده بود. انسان‌ها شروع به اذیت و آزار هم نوعان خود کردند، به ویژه کسانی که از آنان ضعیف‌تر بودند. تکامل بشر ادامه یافت و نوع ظریف‌تری از بشر آهسته شروع به شکل گرفتن کرد. لازم بود این ماموران اعزامی ما همراه خانواده‌های خود به این دنیای زمینی بیایند. بنا به دلایل راحتی و رفاه، ما از قله کوه‌ها و اماکن مرتفع برای استقرار پایگاه‌هایمان استفاده کردیم. مرد و زنی سوار بر سفینه فضایی خود روی قله کوهی زیبا فرود آمدند که در یکی از زمین‌های شرقی قرار داشت. ایزاناگی و ایزانامی به حامیان و پایه‌گذاران نژاد ژاپنی مبدل شدند. در اینجا صدا دوباره لحنی ناراحت و گرفته و حتی تا اندازه‌ای خشمگین پیدا کرد. و برای بار دیگر انواع و اقسام افسانه‌های عجیب و غیرممکن توسط زمینی‌ها ساخته و پرداخته شد. از آنجا که آنها یک زوج متأهل بودند و درست از همان مسیری آمده بودند که خورشید طلوع می‌کرد، ایزاناگی و ایزانامی در ذهن و تصورات بومیان این سیاره به رب النوع و الهه خورشید تغییر شکل یافتند. ساکنان آن منطقه بر این پندار بودند که این دو موجود برای زیستن در کنار آنان از آسمان فرود آمده بودند. حالانکه چنین چیزی نبود و آنان نیز از مخلوقات خداوند عالم بودند. در صفحه تصویری مقابلم من خورشیدی به رنگ سرخ خونین دیدم که به شدت مشغول تابندگی در آسمان بود. از همان سمت سفینه‌ای متمایل به رنگ سرخ نمایان شد که تحت تاثیر پرتوهای سرخ خورشید در حال غروب بود، در نوک کوهی پوشیده از برف، که سفینه بر زمین فرود آمد و در دامن کوهی متوقف شد. آخرین پرتو خورشید چهره‌های آن زن و مرد را که از درون سفینه بیرون می‌آمدند روشن ساخت. آنها نگاهی به اطراف انداختند و سپس دوباره به داخل سفینه برگشتند. بومیانی که پوستی زرد داشتند سجده بر زمین زدند و غرق در ترس و وحشتی عمیق شدند. آنها در برابر نمایش با ابهتی که در پیش رویشان رخ داده بود مات و مبهوت مانده و در سکوتی سراسر آمیخته از احترام و تواضع منتظر ایستادند و کم کم در تاریکی شب فرو رفتند. تصویر تغییر یافت و من کوهستان دیگری دیدم که ظاهراً در سرزمینی دوردست قرار داشت. آن مکان کجا بود؟ قادر به گفتن آن نیستم. اما ظاهراً به زودی توضیحاتی در جهت آگاهی من بیان می‌شد. سفینه‌هایی در آسمان ظاهر شدند، از بالای نقاطی عبور کردند و سرانجام پس از آن که به صف نظامی در هوا درآمدند، در دامنه کوهی فرود آمدند.
آن صدا با لحنی سراسر آکنده از تمسخر و طنز اعلام کرد: این هم خدایان کوه، همان رب النوحا و الهه هایی که امتحانهای دشوار و مشقاتی بیشمار برای این جهان نوپا به ارمغان می آوردند. زئوس، آپولون و بسیاری دیگر در همین گروه اعزامی حضور داشتند. پیام‌آور آنان هم مرکور نام داشت که از سفینه‌ای دیگر می‌رفت و به سرتاسر این دنیا سر می‌زد تا پیام اعضای گروه را به یکدیگر برساند. به همین دلیل بود که عصری سراپا آکنده از رسوایی و تباهی از راه رسید. عصری که تمامی قوانین الهی و تمام مقررات لازم برای حفظ عفت و طهارت پایمال شد و از حدود لازم تجاوز کردند. دوره‌ای آمد که تعداد قتل و آدمکشی به سرحد ممکن خود رسید، به طوری که در نهایت این رسوایی‌ها حتی تا مرکز امپراتوری بزرگ نیز انعکاس پیدا کرد. بعضی از بومیان وقایع را نه آنگونه که به راستی اتفاق افتاده بود، بلکه به گونه‌ای که بتوانند بر قدرت و نفوذ خود بیفزایند و ابهت و اهمیتشان بالاتر برود، قصه‌ها را نوشتند و تاریخ‌نگاری غلط انجام دادند. اکثر افسانه‌ها حتی به اندازه نیمی از وقایع و رویدادهای واقعی درست نبوده و صحت نداشتند. در آن لحظه مرا مقابل صفحه دیگر قرار دادند. گروهی مشاهده کردم که در بین آنان هوروس و بسیاری دیگر از خدایان و الهه‌های دوران باستان حضور داشتند. در آنجا نیز راهبان یا کاهنان دیگری حضور داشتند که مشغول نوشتن نوع ثبت تاریخی غلط بودند. تاریخی که بر اساس افسانه‌های پایان ناپذیر و نادرست تهیه و فراهم شده بود. بعضی از بومیان زمینی موفق شدند اعتماد و اطمینان مأموران اعزامی ما را جلب کنند و به اطلاعات و دانشی دست پیدا کنند که دانستن آنها برای بومیان ممنوع بود.